عزیزان من، از شما فقط به خاطر خدا چیزی که درک دارین از شما پرسان میکنم، نظام فعلی افغانستان نظام اسلامی هست و یا خیر؟ نظامی که فعلا در افغانستان هست نظام اسلامی نیست دوستان من، چون اسلام از خود نظام مشخصی دارد، قطعیت دارد. رجم انسان‌هایی که زناکار باشند و همچنان شلاق و دره ها در جان انسان‌های دزد و انسان‌هایی که قاذف هستند و یا انسان‌هایی که زنا میکنن غیر محسن باشند. عزیزان من، چرا اینها تطبیق نمی شود؟ وقتی که اگر نظام اسلامی است چرا قوانین اسلام نیست؟ وقتی که اگر نظام اسلامی هست چرا شریعت الهی تطبیق کرده نمی شود؟ وقتی که اگر نظام اسلامی هست چرا دشمنی با کفار نیست؟ اگر نظام اسلامی هست چرا مسیر جهاد را تطبیق کرده نمی شود؟ اگر عزیزان من اگر نظام اسلامی هست چرا زنان مفسد در این نظام جای پا دارند ولیکن علما جای پا ندارند؟ عزیزان من اگر نظام اسلامی هست چرا دعوت حق جای پا ندارد؟ عزیزان من اگر این نظام اسلامی هست چرا شرابخانه و فسادخانه ها بالاخره تمویل کرده می شود، اجازه داده می شود، ولیکن به خاطر دعوت حق، به خاطر بلند کردن صدای اسلام اجازه برای علما داده نمی شود؟ عزیزان عزیزان من همه چیز برای امت مسلمان معلوم داره است. نظام اسلامی مسیر خود را داره. اگر نظام اسلامی هست در پالوی خانه مسلمان حوزه هست یا قماندانی هست یا امنیت هست یا تا مثال ولایت هست، در روبرویش تجاوز بر بالای مسلمان کرده میشه، بر بالای زن مسلمان، در پیش چشم این کسانی که در شانه هایشان تفنگ و سلاح است در پیش رویشان فساد کرده می شود، مال مسلمان به سرقت برده می شود، غصب کرده می شود، دزدی کرده می شود، در حریم مسلمان تجاوز کرده می شود، دین مقدس اسلام دشنام داده می شود، قرآن کافران در این سرزمین می سوزانند. چرا از اینها دفاع کرده نمی شود؟ چرا مسیر حق انتخاب کرده نمی شود؟ دوستان من اینجاست. دوستان من علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمودند وقتی که کسی تقوای الهی انتخاب بکنن معرفت حق از باطل برایش نشان داده می شود. کجاست تقوا؟ از مال رشوت شب و روزشان را میگذرانند، از مال حرام شب و روزشان را میگذرانند، از مال دزدی و غصب و غارت شب و روز خود را میگذرانند، از مال حق گرفتن از شراب فروشان و بالاخره زناخانه ها از اینها شب و روز خود را میگذرانند. آیا تقوا همین شد؟ شب و روز پیروی کفر، شب و روز نظام کفر. آیا برای تو نشان دادن حق و باطل خداوند نصیب میگرداند؟ دوست من متوجه باش، زمانی که تقوا آمد، زمانی که راه و مسیر حق را میخوای انتخاب بکنی، از علمای حقانی پرسان بکن، از علمایی که در مسیر حق روان شدن، از علمایی که در این نظام کفری تعلقات ندارن، از علمایی که از این نظام کفری دفاع نمیکنن، از مسلمانی که از نظام کفری دفاع نمیکنند. عزیزان من اینها مسیر حق را میدانند، نه اونایی که شب و روز صدا بالا میکنند. یکی از علما بالا میشوند، از طریق رسانه ها صدایش شنیدم، کسی که از این نظام دفاع بکند کشته شود، مانند شهدای بدر و احد در روز قیامت حشر کرده می شود. ای ظالم، ای کافر عالم، آیا تو ندانستی مقام شهدای بدر و احد را که کسی که از این نظام دفاع بکند مقام شهدای بدر و احد را برایش دادی؟ عزیزان من اینجا انصاف نیست. ما یک کسی که دوستان من در این سخن نمیگویم که شهید کی هست، فقط از این که یک کسی که از این نظامی که معلوم دار هست، زن و مرد مسلمان، یک غریبی که سالها دعوا میکند، سالها میگرد در محکمه ها و در نزد قاضی های مسلمان به نام مسلمان، سالها میگردن ولیکن اما جرمی که دارد جانب مقابلش فیصله کرده نمی شود، حق مسلمان برایش داده نمی شود، حق به حقدار نیامد، حریم مسلمان محفوظ نشد. کجای از این نظام اسلامی باشد؟ دوستان من مسلمان متوجه باش، پروردگار می فرماید اگر تو تقوا انتخاب کردی، از خدا ترسیدی، حق و باطل را برایت نشان می دهم، حق و باطل برایت نشان داده می شود، تمام مسیر حق را برایش
آسان میگردانه. زمانی که حق شناخته شد بعد از اون دنبال کردنش هم برای ما انشاءالله آسان میشه، چون شناختن حق سبب میشه به خاطر رهنمایی حق، راه رفتن به طرف حق. وقتی که حق و باطل را ما نشناسیم اینجاست که کجا را ما پیروی بکنیم. این باطل هست، این حق هست. زمانی که میخوای باطل را بشناسی، حق را بشناسی، حق را پیروی بکنی، تقوا را انتخاب بکن، خود به خود برای خداوند راه حق و باطل را نشان میدهد. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحاضرين الغائبين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إلهي پروردگارا راه حق و باطل را برای ما معرفی بگردان. یا الله ما را تابعان راه حق بگردان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الله پروردگارا امروز بعض از مسلمان ها نمیدانند راه حق و باطل کدام هست، روان شدند. یا الله پروردگار راه حق را برای مسلمین نشان بده. یا الله پروردگار مسیر همه مسلمین را مسیر حق بگردان. یا الله پروردگار مسلمان ها را برای حق روان بگردان. جوانان ما را، خواهران و برادران ما را همه اش را پروردگار مسیر حق نصیب بگردان. یا الله چشمانی که برای ما دادی یا الله برای خودت به مصرف برسان، گوش و زبان و اندامی که دادی خدای پروردگارا در راه خودت به مصرف برسان. یا الله پروردگارا لحظه‌ای که کفن در بدن ما می شود خدای پروردگار این لباس سفید ما را کفن بدن ما بگردان. یا الله پروردگارا با بدن آرام آهسته و نرم و نازکی که برای ما دادی پروردگارا، این دستان زیبایی که دادی پروردگار، اندامی که برای ما دادی خدایا زیبنده نیست که ما پروردگارا سالم به حضور تو حاضر شویم. یا الله پروردگارا این دست باید قطع باشد. یا الله به حضورت حاضر میشیم باید این گردن بریده شده باشد. یا الله پروردگارا لحظه ای که ما حاضر میشیم یا الله پروردگارا بدن ما تکه تکه باشد. چی زیباست که از یخن ما، از بدن ما، پاهای ما خون جاری باشد، به حضور تو حاضر شویم و تو پرسان بکنی که چی شد، بگیم ای پروردگارا چیزی نداشتم. یا الله جانی که داده بودی از این بالاتر چیزی ارزش نداشت، فدای دینت کردم. یا الله پروردگارا خدای پروردگار لحظه مرگ ما را به عزت نگردان. یا الله خاتمی با شهادت نصیب بگردان. یا الله پروردگارا جوانان ما را، پیرمردان ما را، خواهر و برادر همه را پروردگارا راه حق، تقوا و دینداری نصیب بگردان. یا الله گریه های نیمه شب نصیب همه ما بگردان. یا الله پروردگار خواب زیاد از چشمان ما ببر. یا الله پروردگار دلهای ما را منور با عشق و نور الهی بگردان. یا الله پروردگار زندگی ما را با عزت بگردان. یا الله پروردگار تا به کی در زیر نظام کفری ما زندگی کنیم؟ یا الله تا به کی در زیر بیرق کفر ما زندگی بکنیم؟ یا الله پروردگار در خاک افغانستان کفار آمد، یا الله ما چیزی غیرت کرده نتوانستیم، خدایا ما را ببخش. یا الله اونهایی که در این خاک به خاطر عزت و آبرو و شرف این خاک پروردگار جان خود را فدا کردن، زیر خاک شدن، در روز قیامت از گریبان ما بگیره چی جواب بدیم؟ یا الله اونهایی که کفار را از این خاک بیرون کرد ولیکن ما کفار را طلبیدیم و قبولشان کردیم، پروردگارا چی جواب بدیم؟ یا الله پروردگارا کفاری که آمد قرآن ما را سوزان، یا الله بر شریعت ما توهین کرد، یا الله بر پیامبر محبوب ما توهین کرد، خدای پروردگارا ما اما غیرت نتوانستیم. خدا در روز قیامت رسول الله علیه السلام استاده شود بگه که ای امت من، بر من توهین شد تو چی کردی؟ عایشه صدیقه بلند شد بگه ای فرزند من، بر من کفار توهین کردن، عایشه را فاحشه خواندن، تو چی جواب دادی؟ آیا جواب دندان شکن داشتی یا سکوت کردی؟ یا الله چی جواب بگیم؟ به کدام روی نگاه کنیم؟
در روز قیامت قرآن کلام مقدست پروردگارا بالا شود، از بینش دود بالا هست. بگوید که این قرآن را دشمنان سوزان، تو مسلمان نگاه کردی، یا الله چی جواب بتیم؟ یا الله چی جواب بتیم؟ برطرف قرآن چی قسم نگاه کنیم؟ یا الله چی قسم نگاه کنیم؟ یا الله در حالی که بهای ما جوانی را دادی، قدرت را دادی، یا الله مال و ثروت را دادی، اما هیچ کدامش به خاطر دینت مصرف نشد، چی جواب بگیم پروردگارا؟ یا الله پروردگارا مسلمان ها را غیرت صدر اسلام دوباره نصیب بگردان. یا الله از بین این جوانان ما، یا الله هر جوانی که تو میخواهی مانند عمر بگردان، مانند ابوبکر بگردان. هر سفیدی ما را که تو میخواهی پروردگارا مانند حضرت یاسر بگردان، مانند حضرت عمار بگردان. یا الله پروردگارا هر خواهر مسلمانی ما را که تو رحمت بر بالایش داشته باشی خدایا مانند خواهران صدر اسلام بگردان. یا الله پروردگارا این جوانان ما را جوانان فداکار اسلام بگردان. یا الله پروردگارا لحظه ای را برای ما نصیب بگردان که از دنیا رخصت شویم و حورهای جنت در سراغ و کنار ما باشند. یا الله پروردگار لحظه ای را برای ما نصیب بگردان که خون ما را دشمنان اسلام بریزاند، به خاطر دین تو خون ما بریزد، حوران جنت بیاید و به آغوششان بالا بکند، دعا بکنه که هلاک شود کسی که تو را به این حالت رساند. یا الله برای شهدایت نصیب گردانید، لذت را دیدن، جنت را دیدن، اما ما را هم خدایا نصیب بگردان. یا الله پروردگارا همه ما را پروردگارا با تقوا بگردان، ترس خودت را، امید رحمتت را برای ما نصیب بگردان، راه و مسیر حق را برای ما نشان بده. خدا پروردگار طاعت و عبادات ما را قبول کن. یا الله منکراتی که ما انجام دادیم پروردگارا ببخش. یا الله چیزی گفتیم و شنیدیم به دربارت قبول بگردان، توفیق عمل نصیب بگردان. یا الله پروردگار در روز قیامت شفاعت رسول الله علیه السلام ما را محروم مگردان. مریضان ما را شفای عاجل و کامل، قرضداران ما را قرضهایشان را خلاص کن. مسلمان هایی که مشکلات دارن مشکلاتشان را حل بگردان. آخرین قول همه ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله.